اینو که میبینی چینیا بهش میگن دلار زنده. یه مزرعه مارمولکه، نه باغ وحشه نه حیوان خونگی، کلاً یه بیزینس سرده. تو روستاهای گوانگشی، یونان و سیچوان کلی خانواده اتاقاشونو کردن انکوباتور مارمولک. دیوارا رو پارچه میزنن، دما رو تنظیم میکنن، غذاش هم دقیق میدن که این موجودا زودتر بزرگشن و پول در بیارن. مارمولکا مخصوصاً گکوها خیلی سری زیاد میشن چون تقاضا بالاست. آخرش چی میشه؟ میخورنشون، خشک، سرخ کرده، پخته، حتی آبپز. تو بعضی استانا هم مثل سیخ کباب میزنن و میخورن. یه چیزی تو مایه های میگو، فقط ترتر و یه طعم خاص. برای یکی حال به همزن و عجیبه، برای یکی دیگه پول و یه غذای خوشمزه است. واسه همینم این مزارع هر روز بیشتر میشن و چین این بازارو کرده معدن طلا. حالا تو حاضری از این بخوری؟